بریم تستش کنیم. یوتیوب رو سرچ کردم و به راحتی یوتیوب داره میاد برام. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم یه دونه فیلتر شکن خیلی خوب بهتون معرفی کنم که این لحظه‌ای که من دارم این ویدیو رو براتون میگیرم به خوبی داره برای کامپیوتر کار میکنه و جواب میده. و اینکه قبل اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم که کانالمو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید میتونید این ویدیو رو لایک کنید و زیر کامنت ها بنویسید که تا الانی که شما دارید ازش استفاده میکنید داره کار میکنه یا نه. بی معطلی بریم برای ویدیو. خب برای اینکه ما اون فیلتر شکن رو دانلود کنیم و نصب کنیم باید بریم به سایت گیت هابش مراجعه کنیم. یه ریپوزیتوری قرار داره، تو اون ریپوزیتوری میایم فایل رو دانلود میکنیم، نصب میکنیم و اجراش میکنیم، تموم میشه. فقط اینو بهتون بگم که بعضی احتمالاً با گیت هاب کار نکرده باشن، یه ذره سخت باشه براشون که تو اون محیط بچرخنه، حالا ور برن یه چیزی دانلود کنن نصب کنن. و اگه از اون دسته آدمایید فقط گام به گام هر کاری که من میگم انجام بدید و قطعا میتونید به این نتیجه دلخواهی که میخواید برسید. Oblivion VPN رو سرچ میکنیم، اسم VPN Oblivion VPN. بله ذره تلفظش سخته لااقل برای من. سایت گیت هابش رو میزنیم، من این دیسکریپشن گذاشتم لینکشم که براتون خیلی راحت باشه که بخواید بازش کنید سایت. وقتی که سایت رو باز کنید با همچین صفحه روبرو میشید. ما با اینا کار نداریم. بیایید پایین فیچراشو نمیشه بازم. بیایید پایین اینجا که دانلود زده نگردید صفحتونه. یه سری نسخه ها برای سیستم‌های دیگه داره، ویندوز، مک او اس، لینوکس، اندروید، آی او اس هم که کامیکسونه. ولی خب از اون جایی که 90% میدونم ویندوز کارید، حالا بر اساس 64 یا 32 بیت بودنتون دانلودش کنید یا پورتابل یا همون ستاپشو میتونید بزنید. البته فرقی نداره، هر کدوم از اینا رو بزنید به یه صفحه مشابه شما رو میبره تا اونجایی که من میدونم. بعد که این باز شد بیاید پایین دوباره این پایین اینجا اسیتس رو که دیدید کل نسخه‌ای که برای سیستم‌های مختلف داره رو اینجا گذاشتم. هم میتونید این پایینم فکر کنم نه نداره هیچ. اینجا باید ویندوز رو بیاید پیدا کنید، ویندوز آرم اکس اینو میزنید دانلود میکنید و اینجا میاد براتون مراحل دانلود تمام میشه. نصبش هم خیلی راحت، 3-4 تا نکس میزنید یا درایورتون رو عوض میکنید، انتخاب میکنید، نصب میکنید، خیلی راحته. بعد که نصب کردید اجراش میکنید، یعنی راحتی سرچ میزنید Oblivion دسکتاپ میارید بالا. بعضی موقع باگ میخوره، معمولا اولین دفعه اینجوری نمیشه ولی بعضی موقع باگ میخوره، مثلا میزنید نمیاره، مثلا چیزی نشون نمیده که میتونید یا برید توی تاسک منیجر اینجا اومد یه بار او رو میزنیم، البته OBS و اینا میزنید این تاسکش میدید و دوباره بازش میکنید یا فرقی نداره میایید اینجا و کلیک راست میکنید اگزییت میزنید، برنامه رو دوباره بازش میکنید تا براتون بیاد اگه یه وقت مشکلی داشت و اجرا نمیشه. صفحه اولش که مواجه بشید خیلی صفحه راحتیه، یه همچین المانی داره بزنید روش میتونه وصل بشه. فقط اینو بهتون بگم تا اونجایی که من امتحان کردم برای همراه اول کار نمیکنه، یعنی هر چی زنم نمیومد. احتمالاً برای ایرانسل و رایتل هم همینجوری باشه بر اساس چیزی که توی نتای همراهی داخلیمون داریم. ولی ADSL که من الان بهش وصلم خیلی راحت کار میکنه، سریعه تا الانی که من دارم این ویدیو رو میبینم. اگه یه وقت اینو زدید و دیدید وصل شده اصلا کار نکرد یا وصل شد اصلا یوتیوب رو نیاورد یا چیزی رو باز نکرد، احتمالاً دیگه اون شخصی که توی ایران کانتنت فیلتر رو داره مراقبت میکنه فهمیده سرورای این وی پی ان رو بسته. اون مشکل من نیست، ولی تا اینجایی که من دارم ویدیو رو براتون میگیرم به راحتی داره کار میکنه. بریم تستش کنیم. یوتیوب رو سرچ کردم و به راحتی یوتیوب داره میاد برام. برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید یه سر به چنلم بزنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. خداحافظ.